سلام عزیزم. ببین، من دفعه پیش اومدم خیلی با مهربونی گفتم که واقعا خسته نشدی از اینکه اضطراب و استرس نگرانی آینده رو داری به دوش میکشی، نمیخوای بسپاری، اونا برات حملش میکنن. اینجوریه که خدا و کائنات یا هر نیروی برتری که بهش اعتقاد داری به همین مهربونی با ما حرف میزنن. واقعا به همین مهربونی از ما میخوان که بار نتیجه، بار آینده رو به اونا بسپاریم. ولی ببین، یه چیز دیگه هم هست، اینه که تو این دنیا یه قانونی حکم فرماه. ما داریم بازی میکنیم، توی این بازی باید از قوانینش پیروی کنیم، وگرنه نه تنها به جایی که میخوایم نمیرسیم، بلکه شدیداً هم جریمه میشیم. این واقعا قاعده و قانون بازیه و برای همه هم حکم فرماست و هیچ کس هم نمیتونه ازش فرار کنه. مهمترین قانون این بازی، زندگی توی این دنیا، اینه که فقط تو کار کوچیک خودتو انجام بدی و نتیجه و آینده رو بسپاری. تو اگه نگران باشی، در واقع داری از قانون تخطی میکنی، داری قانون رو رعایت نمیکنی. بنابراین نه تنها به هدفت نمیرسی، بلکه حسابی جریمه میشی. چطوری؟ تمام دردهایی که داری، تمام مشکلات فیزیکی که داری، تمام مریضی هایی که داری، تمام سردردهایی که داری، تمام نرسیدن هایی که داری، تمام مشکلات داخلی که داری، اینا نتیجه تخطی کردن از قانون بازیه. همینه، هیچ راه گریزی، هیچ راه فراری نداری. نگرانی رعایت نکردن قانون بازیه.